نیمه گم شده یا شعله دوقلو کیست؟ در ابتدای خلقت ارواح در قالب مذکر و مؤنث از یکدیگر جدا شدند تا در طی زندگی‌های بیشمار و گذراندن درس‌های مختلف در مدرسه زمین سرانجام به همدیگر برسند و وحدت یابند. ما در زندگی خود 3 دسته از روابط را تجربه می‌کنیم. اول، روابط کارمیک که در آن باید تسویه حساب‌های گذشته خود را به پایان برسانیم. دوم، رابطه با جفت‌های روحی. جفت‌های روحی ارواحی هستند که در زندگی ما در قالب اعضای خانواده، دوست، معلم یا عشق زندگیمان در کنار ما قرار می‌گیرند تا درس‌هایی که فراموش کرده ایم را به یاد ما آورند. و سوم، رابطه با نیمه گم شده یا همان وجه کامل کننده وجود. رابطه با نیمه گم شده معمولاً در آخرین دوره‌های تحصیل در مدرسه زمین و قبل از رفتن به مدارس سیاره‌ای دیگر در ابعاد بالاتر اتفاق می‌افتد. نیمه‌های گم شده معمولاً در سخت‌ترین شرایط با هم ملاقات می‌کنند، زیرا این ملاقات توسط روح و نه شخصیت ترتیب داده شده است. برای روح مهم نیست که شما در چه شرایطی هستید یا آنکه ازدواج کرده اید یا نه. نیروی کندالینی در نیمه‌های گم شده به محض ملاقات یکدیگر بیدار می شود و مرکز قلب و تاج سر آنها را باز می کند و نوعی حس وحدت با عالم را در آنها ایجاد می کند. شاید پیدا کردن همدم روحی جذاب باشد، اما پیدا کردن نیمه گم شده غیر قابل توصیف است. عشق مانند یک آینه است. وقتی عاشق خودتان باشید، آینه نیمه گمشده خود میشوید. شما با بازتاباندن عشق خود به همدیگر تصاویر بی‌نهایتی را میبینید. وقتی عشق، محبت، شور و شوق نیمه گمشده خود را میبینید، آن را مانند یک آینه بازتاب کنید تا بخش‌های نادیده وجود خودتان را ببینید. آنها کسی که بودید، هستید و نیازهای درونیتان که آنها را فراموش کرده و باید ببینید را به شما نشان میدهند. و آرزوها، خواسته‌ها و باورهای آنها گوش کنید. اینها نیازهای خود شما هستند که به سمتتان بازتاب میشوند. نیمه‌های گم شده عاشق این هستند که شما را به یک سفر معنوی ببرند که هیچ کس در این دنیا توانایی خلق آن را برای شما ندارد. آنها خصوصیات خوب و بد شما را بازتاب می‌کنند. این تعهدی است که شما قبل از آن که به دنیا بیایید به یکدیگر داده اید. شما توافق کرده اید که با نیمه گم شده خود ملاقات کنید و با بازتاباندن روح و شخصیتتان به یکدیگر همزمان شفا پیدا کنید. شما در یک چشم برهم زدن شفا میگیرید. استحاله شما در کسری از ثانیه اتفاق میافتد. برای همین است که رابطه نیمه‌های گم شده بالاترین شکل از استحاله است که میتواند در یک رابطه اتفاق بیفتد.